تا دست هم درست بمیرو ما تنو دست نیدیم باید چی شور سابقه در نیاییم یه کاریش کنیم ما خود دیری میری بیرون خود نشستی بیتی نراره خشم فقیره خشم جو من 5 تا بچه داره هیچی هم نراره چه من برم به نامونی بیارم هیچ جایی هم نراره هیچ چیزی من نراره چه برم ایزاد مزاحمتی کنه ما ایره آبرو داریم اینی محله اجاری خواهد داری کنه خط دوار ادور داریم بریم یه جانم برام که نون تای تیگل مو منم همیان آتش کنم وای نگاه مایا چقدر دلو پلو میکنن جانم برشتیم؟ نه جانم ستیلیه تا بریم کنیم تایشونو حروم نوافو بریم کنیم تایشون که حروم نوافو مگه نه؟ بیا من که حروم نرفتیم سری به باغ بزنیم نرفتیم سری به باغ بزنیم باغ؟ آره باغ نرستش گت 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 زينب تعال برا نهار دروس كناسيت خبري مدرسة يا تدون زور يا وای باورک اینجوری کردن بیا بری بیا نگاه باورک چجور کردن زينب بیا عزیزم بیا چشکن مادر بزرگ جوه یه آشچوقی درست که با هم بخوریم
یه بار بلکم و بستن تو آتیش سوخته شد. یه بار بلکم بستن تو آتیش سوخته شد. آتش کنی. تازه کبریت رو بردن قشبر کردن بعد خاموشش کردن. یه خونه زنم رو بگو دست چشمانه بیا. برم یاسرم زنگ زینب اومد؟ ها اومد سلام خب نمانم. بله سلام. سلام خوش اومدی. چیکار می‌کنی؟ سلام زینب. نه نومه. چه خبر؟ خوبی؟ سلامتی؟ سلام باش اومدی. دست در خودت نکنی. رو خریدی آوردم واسه. دست در نکنی. خودت درنه. یه خورده درست کنی دلم می‌خواد آتش رو. مادر حمزه خود چشم گوستیمون گفت. آش جو درستیمی؟ بخون خواهی بخواد یه گو هم برای شما هم برای خودش رو هم برای زینب. دست درنه. سایه در نکنی. چه خبر؟ میام تو بامه چه؟ نه دیگه دیروز چه خود تو همون بیرین داده. ولی اعتباری بهش نیستی. اعتباری بهش نیست. ولی تو فهمست اون مادر همزه خیلی ناراحت شدی. مادر همزه خیلی ناراحت شدی. جرامی. هنبلبه باید شاهزاده نفران با شاهزاده کوکوریا ازدواج زنم عزیزم بفهم باش. یا ماما تو خستم. خیلی داخل میشینی یا برم بیرون میشینی؟ از خود میگه تابشین. از آخر نگاه هوا خوبه. باش. زنم نه خیلی جرم هم. دیگه چی شد؟ نگاه این نگاه حبیب این نگاه حبیب ماشین سفر دارم زینا یه فتورم بیا تا پنج کنی زنامو بشینه. زینا میخوان یکی ده اینجوری رفتن عوض کنم دایره بدم رو بخواد. دیگه نمیخواد دست درنه. نه تو این فکر تا دست بکنی. زینا بریز عزیزم. زنم بری؟ زینا بریز. دست درنه کنه خواهد بخوام. بشین یه نگاه هواش خوبه؟ زینب خانم خبر خوبی؟ سلامتی سلامت اوه باشی. دکش کرد عزیزم. چه چه خبر زینب؟ سلامتی سلام. من میشه بشم وحش. خدا بخش. باز مخانه خسته و بیری. نه بیام تو من چه زنم. ای سامان یکی همه چه تیم بشینی تنها نبویم. ممنون. سامان بکن پرسش با هم هیچ باری تریبیره بهتر. همین خونه بود. زینب بیا بشین. بیا.
زینب نگاه شما رو ترجمه کن عزیزم. زینب خوبی؟ سلامت ممنون. گاو داری؟ بله گاو داریم. سلامتی. مثلا لیوان میاره آب میگیره میزنم. نه نمیخوام مشروب درست کنی بخری. خواست ببینه چی یادم میاد. آها آخری آشی بذار کنم بودی هی تنگم میخوان داشته برد کنم. به نجابی چی بیا آتش مادر نذاری. تابری نکن اذیت نکن نکن خطریه. زینب نکن نکنه بیا بیا. عزیز میخوام بله میخوایم ما بخوایم شما سوره بکاسه کنیم به اضافه بشیم اذیتی گویی. نه کار کنم بهتره دست در نکنی. بخشی تا عمرن که باشه من برم باش یه لیوانی هم بیار واسه من. باش. آب دو بخری. هزا آب دو چه زنمو تا آب بخری. بیارم سید. زینب دور زنامو خوشمزه. دختر خوبیه کار نکنم. ممنون دست در نکنی. چند تا بچه داری؟ دو تا پسرم زینب اسمشون چیه؟ یونس یحیی زنشون اسم زنشون کوچیکه زن نداره یکیه اسم زنش دست در نکنی. برای کارگاهی نه نظام دو بریم میشه رزوت. دست در نکنی. خبر فاطمه ممنون سلامتی شد. زنه خوش مزه بود؟ ماست نبود؟ یه تره کوهی فکر کنم موقعی چه باشن چشکل درستی چنده برام چشمایی. مزش ها برام مزه ماست نداری میخوام برم که جمع شده خوشمزه بود. برای خوش مزه ای؟ ماست نداری؟ ماست نداری؟ برای کوهی ماسخه میخوام کنم جمع شده درد کنم تا تره بشه سوال سبزی بخورم زنمو داره بعدی آرسید. خب ماست توی دوخت زنمون رو کنم توی جانشابی اینجوری کنم بعدش چی می؟ تره بشن بعد سوال سبزی بشن بخورم خب باشه اینا بذارین دوغ درست کنم بعد بریسم. میخوایم برم تو دست بذار این تو گویه بذار این تو گویه. چون زامی برم دست در نکنی. بدم نه زامی وای بچه‌تونم نبودی سلام وای دست یا بس بسه نه یک چیز دیگه شد برم بسه بسه بفرما برم خانم نشوندن نکنه سره برم سره برم بریم رو اینجوری درست میکنم بعد تا کره بشه بعد سوال سوزی یه کاشون هم میدم بسه من
تا بعد خواهم درست کنم زودها الا فعلا بیکار نیستیم زحمت این ایسایی تانه برام کنم دو برام کنم داخل بلنزم فاطمه خانم ببخش خسته شدی نه خسته نیستم من برام برسیم داخلش مزش مدرسة يكون من يوم ناراضي هذا اسمه بميرو سلام خشمي خشمي ما درستم طالع منتظرتیم همون چشکه چهار دیگه آشتو خلاصی کنم دست در نکنیم اگر ما خیلی هم معلوم نظام رسیم وقتی چی شور سابقه بلدی کنیم هیا هیره ما هم داری اون ساعت خضالتی چشیم آبرو داریم نونی چه کار کنیم اگر دونی مشکل داری خری بچه من در خطر گناه داریم کار تا مشکل برطرف کتابونی خلاص لا شبینی و یه چجی رو بود هم نیتری نه ما دلونی چه بود مادر به خدا مطلق میسرمه هیچ مشکلی هم نه من آدم برای یه سیپور خیلی خوشبختم حالا ما هم نیگو که خیلی زحمت چشید خیلی دست در نکنه هونت اون هم زحمت چشید سیما روف شور خیلی هم المونتی وقتی چی یا مزامی بود ما سکنیم ما ای به سنگی نداره این خواهی فچری و حالش کنی چی مشکل سیش نیست خدایا هیچ خیلی برم نیرم و دقیق بینی تا با یه سیپور با آقای سیپور دقیق با همسا سیپور دقیق یه خوشبخت رو بیم حالا ما حالمون نیستی 2 سال یه سالی از سب چی یه ماده از سب که خطی شوهر سابقه دیگه مزامی به سیب ما آوردی به سیب هم آبرو داره گناه داره هم همسایه بود بیخنده بمون میگه زن من دونه طلاق تا نگرفتی به خدا من رفتم من بس من داشتم رفتم و گفتم آقای سیپور من نیخوام آبروت بره نیخوایم بینی سابقه من اصلا آدم خوبی نیست آدم ثابت نیسته خمون فکر کنیم عروس دست بهتر سیمونه جی نمیایم خیلی ملمونتیم مشکل تا این شهادت چی مالم هی آبرومونه بره هی خفتی ده الا چطوریه میخوام زنگ زنم تا آقای پراتور بلنش ماشه دارانه زنجشی زنم منم قسم در دستونه پیلی خواهی معتاده همین خواهم ما دیویش نه سیپور فلان دست بالش خالیه وقت اسلام دست بالش خالی و بیعتی داشتن خرج مردم چه ما عروس مونه ای خیل نه ماسی عروس ممکنه ای خیل اگر چه خلونه هم بریم جیرا و جلوی بکنیم دست داری بسن ما در اتفاق فاطمه داری گناه داره چیز وقت این کار چیه ما در فاطمه اتفاق جای گناه داره من کارش ندارم اون شوهر سابقش بیاموز هم میشه چه من چه کارش ندارم من از آبنون از دستش خوردم اذیتش نکن من ما در نه فاطمه گناه دارم من هم واسه پول خوشبختم یعنی به خدا خواستم خیلی سختی چشم زندگی یا شهر سابقم
الان تم زندگی نچشم الان دونم دارم زندگی کنم چند وقت باید پوره زندگی کنم حالا هم آسایش راحت زندگی کنم ما هم تیر ناراحت نکنیم ناامید نکنیم تا یه برده هم صبر کنیم بیا باید ایش و یا زن سابقه صبح. بیا ایزان نیاریم ما دویدش که گناه دار اذیتش نکن. نه به خدا ما خلازیتش نکنم بگی نه اون شوهر سابق چه من یک مرا چه سنپور ناراضی من الان خودم تیغای براتور شما نیست شوهر سابق میسونم زنج چیزانا الان دقای براتوری گو من اینطوری که من چون کنی چه دقیقه سنپور نونسته بویه خورده پیلیه چی بری میشه دنیا آیده بزرم یا گرچی مشکل تموم و بی هم بهتری ما هم یه دماغ صبر کنیم مقال میرم چی آرم ما نیایی تنه و دست نیدیم باید چی ایش شوهر سابقه در نیاریم یه کاریش کنیم ما خود دیریم میری بیرون خود نشستیم بی با عروسه چی ها اومد خب ما هم این همسایه موش زشت آبرو داریم هی برهی هم خوب نیستی به ما هم گناه داریم حالا اول خلاص اگر شما برن خود یا فچی حالش میکنی شورته یک کارش من ناراحتم من دلم میخوای بیای رو دلم میخوای بیادم تو وقتی یا بله میلرزه درسته که عروس هم هست زن هم هست اما خود یه ما هم قلب متیتا هم تی بچه ما نه قلب تیزنه هم دیگه را خواستید نیا بوچه بگویم نه نمیتونیم چه بگویم نه باید چه و یه وجی رو من به خاطر زینه حالا توی نیست سیگون من این وقت هیچ گناهی نداره لما این بتن ناراض نیکنم از خدا میبشتم توی نیست بای نداره باز این شوهر سابقه دارید خونه نمیر کنه مادر دلاری رو نمیذارم برم همین پیش ده حتی هم میخوام الان این بچه چه گناهی چده این بسط نوعی بچه به هم خودی عالمیه چی هیچی نداره خوشم فقیره خوشم جو من 5 تا بچه داره هیچی هم نداره چه من برم به نامونو بیارم هیچ جایی هم ندارم هیچ چیزی من ندارم چه برم خود به ما در فاطمه نزیان نکن دارش رو درست میکنه واسه اجه همه. یه سرپناه براش به این رفت با خدا قسم خیلی دوستش دارم نه اون شوهر سابق چی دانه نمیکنه هم پیشی میگه نمیاد. من دلانسی برادر میسوسه سی پدر میسوسه نیتره اونو نزدف کنه هیچی نداره اونو نزدف کنه عجب چه دیدی من برانتش باز نه ده بیشتر مشکلش بیشتری بود حالا ما یه دماغ صبری کنیم هم طاقتی کنیم همین هم گناه داره چون هی میره زنده بو هی بیا گیر کنه و نایتی نه خجالت میکشه حیاش میبود واسه خندیه نیایو من بهش گفتم آقای سیمپور اینطوریه شرایط زندگی میطوریه این آقا منو ول میکنه خوش قبول چه با شرایط من خوش قبول چه ناراحت نباش جایی نکن. بس پسر مسی دخترم به خدا قسم پسر ازش میگه یه با سیمپور خیلی خوبه با سیمپور خیلی راحت و بیره من با سیمپور کم زندگی نچشیدم الان دونای زندگی کنم یه این سفرم میگه ما در نوبتش نکن فاطمه خانم آشه دو الان بشین تایی نیست تا آقای سیمپور بیا فعلا چی نرینه رفت انسان چه کار کنه یه خود بیا آخر چی زندگیش کنه یعنی عروسی بجریم تا بیای اجل مشیگان اجل قبول چه ما ریم تا بیا اون سید بخیر تم ناراحت نبود به خدا قسم من خیلی سید ناراحتم ناراحت نبود فاطمه خانم این آقای آیتنا ناراحتی کنه من خودم ناراحتم سی حال تو باید ببخشی کسی و بالوان میگن مجرد زنی سو چیزن ایش زن دیگه شما رمضان دارد هی میادم نیشی ما گویم این زن یه طلاق شگرفته تا یه ماده هم صبری کنیم هیچ وقت هم نمیخوایم چطور دست بدیم میدونم چه همسایه سی طرفی زنه دونم چه همسایه اعلانی کن سرستراتن خونه پسرتی آیت نمینم دونم چه آبرو داری ما دیگه گوششون نمیگیم با خدا قسم تو که نمیخواید از دو جیم نمیاید میخواید اما وقتی هیچ جواز سابق دیگه اینجا شخص بیچاره نیاید خدا من پناهی نرارم اشکنه نرارم مزاحمش پدر مادر من بیا اونه یه مشکلی سیشون پیشون من اونه زندگیشون دست نانه اعلام بیا اونه زندگی کنن هیچی هم نرارم چون من پناه اونه بیارم ولی مخواه یه هم این پسر من هم چی در دستش خالی دست بالش از این شوهر دوگا جرسی میخواید هیچی نداری معتادی تا این شوهر مبره کارگری کنه یه چی من دست شما بین میدیم دیگه این میام الان تا یه خورده آشلوق بیارم بخیر بعد خون با آقای امپراتور بینم شمایت میزجاش سابق نداره وشی سونمش زنجش زنم منم درد تلمش سنه چی خواهی؟
باشه دیگه به اون زام نمونه ندارم بخشانم یه خورده عاشق سید دست بیارم دنده کنه دست در نکنه ولی ما تا هم زحمتی کشیم عروس خوبیه هم از تو بهتر جیر ما نمیایه میخمید نمیگوی نمیخمید تصویری شوهر سابق ده همه شمی هم مزاح میشیم پدر مادر من خطای نرم سرطان های نرم چه بخوام برم پیشون نه دیگه فاطمه نمیچه از دست خوردن چه دلم نمیخواد چیزیشو بگو گفتم تو پیاز سرخ شده نمیخوری؟ دست در نکن من دیگه ازشون نکن خود دخترشه ازیتشو نمیکنم با تسخیر با اون شوهر سابق شه یه جا سیغه نخورده تلاقه داره چرا چه میاموزان بسریم مامان جونم آشتوبو میخوام بیا تا پیاز بزنمش پیاز سرخ شده چطور بزنمش خوشمزه خوشمزه باید بزنم این دو آشتو خوشمزه خب برای تایی مادر بزرگ بشین برای سیزم سوسی نه هم توش راست نبود سیب زمینی نه پیاز عزیزم مثل سیب زمینی منم شده دعا میخوام باش تمام سیب میام خب اون نکیت عزیزم الان بیاد بشقاب بیارم سیب برم خب باید اون برم آره مادر بزرگ سرخچه این نیخرد سرخچه این ندارم همجور بخواه میخوام مدرسه دیر شده خودم میخوام برم باش میخوام با دوستم برم خودم میام تا او رو این تکنو ریاسم که یه وقتی یه خطری سیب پیش نمیشه تا توال بابا بزرگ باش مادر بزرگ و بابا مادر بزرگ بابا بزرگ های بیا عزیزم بیا برین تیزا نامو بشین بیا 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 زینب فاطمه دست دنده کنه فاطمه خانم خسته و برما دست در نکنی که خیلی زحمتی چشیم ما مزامر بشیم نه مرا همین این شوهر بیایی مانه ناراحتی کنه باید تو باشه تو باش گفتم اینطوری سید خوب نیست سرخچه پیاز اینو مریضی در نکن من 20 ساله‌ایش دوست دارم نشد خوبی الان فاطمه خانم من هم میرم خیلی اما تو ما هم ایرا آبرو داریم در این مسائل آبرو بکنم در خطره هم ناراحتی هم بود یک کاری بکن چی این آدم دیگه نه آی شوهر سابق دیگه نه آی لا خواهشش نه چی ما بگویم نتنه نمیخیم ای خیمید اما شب این شوهر تا نه ما بچن باشه چشم الان باشه الان خون زنجه چیزانو من عجب پیری خواهی حداقل الان خواسته پور نرینه دست باشن خالیه هر چی داشتن خرج مردم چه بخدا هیچی نه آره چلان بر بیغا خون ویغای پیاتوری گم من ایتره کمه چون کنه چیه کمه چی کنه یا چیه کمه چی من بکنه چی بخوان پیری برمه یه چی دل نیایی به خدا قسم چه مادر آقای سنپورون هیچ نمیدونم اینه که دعا و چه دعوا مردم هیچ دست خالی بی هیچ آه در بذاتش نمیسو انده سه هر بار زلون تره چه هم بدیده یا چی بداشته زنیسته ازدوازی چی ایسه چی هیچی نداره
دیومتن میخوای هم طابونیم خلایت که ما چشمی کنن نیکنن دیار شب ایشه ها تا نامت بچه دیار ایما هم نیتریم تو خیلی زحمتی کشید اینوز خوبیه خدا دست میدی برای بیایی دنم جغیر شاید بامون نسازی تو بامون سوزی هم هوامون دوری هم احترامون کنی نه باشه. اختیار داری فاطمه خانم باشه باشه تش من زنجشی زنم تو باش حرف میزنه نه خب کار بیا. کنه نه میگه فاطمه نزیار نکن من کارش ندارم من فقط مشکلی با اون شوهر شده خودش خیلی خوبه تامه زرفه باش حرف بشورم میزنه خبره میگه خام برم اون کار دارم زنم بود تو شما باشه خشومه دست در نکنه خشومه سر دارم تامه زرفه بشورم بواش خیلی بی باقی چیزایی هم سنپور الان به من سفارش داده چه او برمیشه اینو برای خورده اوشون بزنم مخجم دست توانی در نکنه. ندارم دست در خسته نکنه. شدی نه زینب آدم میشه بلند حاضر من مادر کنم برمش مدرسه و بیام دست در نکنه اوه، سر بیوشتی. باشی نه ما این زینب خانم زنه بیار واسه تمام کن البته خودمون دونیم از دستش نمیدیم دورو ببرم مقصر نه نه عزیزم آنش توی کیفم ببرد مدرسه بخورم وقتی تشنه باشه باشه کنم تو تا آیین میخوام برم مدرسه ها تا لباس بپوشم برمش کن برمش مدرسه و اگه دست نوشت من زنه بیتوری و بیره نارانه درست سلام میگم من هات مکانه داری؟ خشومه بخشی با ببخشید خشومه دست زن دست در نکنه خیلی ممنون ما دست چرا در نکنه نمیکنی دست من آرازو ناراحت نشو ممنون دست نده نه ناراحت نیستم البته ناراحت هستی تو سرش نگران هستیش فقط میخوام ببخشید هر باشید. خداحافظ فاطمه خانم ببخشید خیلی عزیزم خداحافظ میتونی ترا هیچی برای پسرم کنم ما نمیتونم چه سرش نزنم میام میرم ما هیچ کاری براش نمیتونم کنم دست در نکنه خشومه دی سلامت سلامت بشی اگه این باشه مرد نبان اگه نیمد چیکار اگه نیمد ما تو جلوه میافتیم نگران نبو ولی درست کنم زینب بهت امارت کنم برای مدرسه آقای اپراتور تو شماره شوهر سابق مدوری یا نه؟ تا یه زنجش بزنم بله باشه بعد گوشیتون رو بدید تا یه زنجش بزنم منم یه بسه حرف حسابش سنه که الان خطی دونی هستیم پر هیچی ناره هرچی هم داشت خرز مردم تا یه زنج بود بزنیم آقای اپراتور شماره شب جمع برمون یه زنج بزنیم گوشی کن آقای اپراتور ببخشید شماره رو برام بجید تا یه زنگش بزنم منم حرف حسابش چیه من اما برم کرو نصر پناهی دارم نه هیچ زانه دارم زینب لاغ دیگه نو بیه تا یه آقای اپراتور بگم این شماره به سابق تبجره بعد ساعتی هسته بریم مدرسه وای باره و آقای اپراتور ببخشید یه شماره پدر سابق زینب برام بجید No, yes. دست شما درد نکنه وای امپراتور وای امپراتور ما چی کنیم؟ علیه سلام سلامت باشی ممنون ببخشید یه آقای اپراتور شما تجربه دارم الان مادر سنپور اومه نجرانه ایگو یه آقای چی یه شوهر سابقه چی آدم توی ایزاد مزاحمتی کنه ما ایره آبرو داریم اینی محله اجاری خواهد تاری کنه خط دوار ادوار داریم برین
دست سر کلمه ورداری الان هم خواهم خواهشتی کنم دم یوم زامی ما ما هم میخوایم تمز خوشبختی رو بچشیم ما هم گناه داریم الان هم اگر مشکلی تی داری اگر واقعا مشکلی داری با ما و خون بگو میادم خونه سیمپور بله خب باشه آقای سنپور که الان ایری نیست تن دیروز اومد دیری چی رو نبید آقای سنپور هرچی داشت خرز مردم چه کمک مردم چه در راه رضای خدا الان هم دستوالش خالیه و اسامون کار کنه اجا کار چه الان خونم آقای اپراتوری گم اجا ترس که چی بمکنه هزینه بمه بده برمن تو یا کسی که چی بمه چه ایدمت ولی خواهشتی کنم دست از سر سنپور بردار خواهشتی کنم نیادم خونه شد این هم آبرو داره باشه چشم میخوام کمکتی کنم میخوام یه جای پیلگیر یارم یه جای بیگم یه چی بمی اقای اپراتور ته هرچه بوی قرضی کنم و میده تا تو برم یه پیله تعویل تیدم ولی خواهشتی کنم ده نیامزان بگو به خدا ما سختمونه ما سرپناه نیاریم ببین خود تو پیل سی سنته مثلا مشکل پیل سی سنته خیلی چکنی خب یعنی به خاطر زنه چه حامله نیبو پیلی خیلی بره خرزش کنی حامله بویه خب باشه به خدا قسم جیل یارم هر جای بویه قرضی کنم بوله کنم یعنی آقای سنپور ایره نیستن نه به آقای اپراتوری گم زرسیم قرض کنی ایدمت دست و سری ما برده خواهشتی کنم باشه چشم خدا حافظ باشه خدا حافظ میخوام دونستم چه اقا به خاطر پیله یا مزام میروی میخوام دونستم چه زینبه میخواه میخوام دونستم خوش مشکلات زندگیش پیله زینبه تا واسط پوشم برو مدرسه برو واسط پوشم خداحافظ ببره عزیزم ببره آقای اپراتور میلیاسه تا خون بالا مدرسه رو بیام بابا شما امپراتور نه ماشین رو داره آقای اپراتور چرچه بپوش با دمپایی برای؟ خانم باید دعوا کنی چرچه برده خونه مادر بزرگ بچردی؟ دعوا نمی کنیم خب بیا برای دست منو بزن آقا امپراتور همینجا بشینین تا ما بیاد باشه من میدیاست دست در نکنه آقای اپراتوری درسته تمام
Buraya sarıya bak bizim. Bir yaşlı. Herhalde tamamı da bas. Buranın daha fazla atabilir.